وقتی که خالجوش میزنید حواست به این چند تا موضوع باشه. یک، استحکام لازم رو داشته باشید. تو این همه داری زحمت میکشی، این دوتا رو فیتاب میکنی، کنار هم قرار میدی که یه خال بزنی اینا بمونه. اگه قرار باشه اون خالت نگیره یا الکترودت بچسبه یا به هر دلیلی این قطعات از هم جدا بشه، تمام زحمتت به باد میره و کلی وقتت هدر میره. پس حواست به استحکامش باشه. نشونه گیری، حواست باشه درست نشونه گیری کنیم. مثل تیراندازی میمونه خالجوش زدن. درست نشونه بگیر که الکترودت به هدف بخوره. جای خالجوش مهمه، ابتدا باشه، انتها باشه یا وسط باشه. بهت گفتم یک سری جاها رو باید انتهای اون قوطی رو جوش بدی، یک سری جاها مجبوری وسط رو جوش بدی و در نهایت خالجوشت باید بشه جزئی از خط جوش نهایی. اندازه خالجوشت هم مهمه، جوری خالجوش نزن که دیگه نتونی تکونش بدی. خالجوش طوری باشه که بتونی وقتی که فیتاب کردی اگر دیدی مثلا 2 درجه 3 درجه 10 درجه جا داره بازی بکنه، بتونی باهاش بازی بکنی و صافش بکنی.